مسواک میگردانند. یک مسواک چوک دارن، مسواک چویی که از حاضر بچه حاضر میفروشن، همون مسواک چوکاشون در دستشون همون دنداناشون خلال میکنن. امروز ما و شما در همون زبنای پست داریم، اگر اونش هم استفاده نبریم، همین زبنای پست را سری و بگهی استفاده بریم، این هم از سنت پیغمبر خدا است. دندانهامون را میشویم، سحر میشویم و شب بعد خراک میشویم. ولی بسیارمون شب میشویم خراک میخوریم، با خراکا در دهن با خواب میکنیم، هیچ فایده نداره. بعد خراک که بود کردی با دندانها را میشویم بعد خواب میکنیم. این هم سنت پیغمبر خدا است. چهارم چی است؟ چهارم النکاح. این مجلسی که ما و شما حضور داریم، این نکاحی که الحال در این خانه صورت دارد، این سنت از سنت های پیغمبر است. این خدا رحمت کنه، رسول حبیب خدا 4 دختر شوهر دادن، این خیلی شوهر دادن. تمام عزیزان ما و شما توی کردن، این توی تمام بگیم مردم مسلمان ما و شما بود. این خیلی مجلس ها بودن. مرحمت از دمنا. پروردگارا توی های برادر احمدی را زندگی با قرآن است. نکاح کردن چگونه یکی اشاره کردیم به همین مجلسی که الحال ما و شما حضور داریم، همین مجلس هم مجلس نکاح میگن. بسیار خوب، بسیار نیک. خوش به حال برادر اکای عالم جان، خوش به حال این برادر فرزند او که البته سنت از سنت های پیغمبر خدا را البته احیا کردند، زنده کردند و هر کسی که زنده کننده سنت از سنت های پیغمبر خدا هست او را الله خودش پاداش میداند. در این خیلی شرایطی که خیلی گویم زنده کردن سنت کار هر یک کس نیست، هر کس در این خیلی شرایط چنگی به سنت زدن میتونه، لیکن خدا این انسان غیرت داده است، ناموس داده است و این سنت که امروز بیدار کرده است، انشاءالله پاداش این خدا خودش میداند. خداوند همیشه در این خاندان خوشی ها و خرسندی ها باشد و این خواهر عزیزی که به این خاندان می آید، خداوند از جمله همون خواهرهای باشد که اخلاق حمیده داشته باشد، انتظام داشته باشد، حرمت داشته باشد. خدا رحمت کند. یوسف خضایی هم در فقه معاصرش در باب احترام زنها حدیثش میاد که 4 من سعادت ابن آدم است، یعنی 4 جز از سعادت فرزند آدم است. اگر این حضرت رسول اکرم گفتن که اگر کدام مرد 4 چیز داشته باشد، انا همون بهترین مرد است، مرد که با سعادت است، مرد که خوشبخت است. ببین کسی که اگر همین 4 چیز داشته باشد، یک تا زمینه رسول اکرم چی گفتن؟ المرأة صالحه. اگر کدام مردی که اگر زن صالحه داشته باشد، پس این نشانه سعادت یعنی مردک است. برای زن صالحه را به یک داماد مثال تقدیم کردن دادن، ما و شما انشاءالله کوشش کنیم در خانه ها تربیه های نیک کنیم دختران را، انشاءالله اینا زنای صالحه می شوند. خدا همه شما را در حفظ امانش نگه دارد.